Ladies and gentlemen, thank you. I would like to extend my warm welcome to you all. I love you! خیلی خوشحالم که با محبت همایون نازنین این موقعیت پیدا شد که امشب در حضور شما برنامه اجرا کنم. یه تدارکاتی دیدیم، یه آهنگهایی که بالاخره نسل قدیم و نسل جدید با هم میکس شدی، یه رنگ دیگه ای پیدا کرده. از این آهنگام یه خاطراتی داره. حضورتون عرض کنم اولین قطعی رو که حضور تقدیم میکنم از روی شعری از حضرت مولانای آهنگ رو نوشتم و شعرش به این صورت که یار من عرض میکنم که چون میروی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو. این قطعی است که حضرت مولانا برای شمس نوشته بودن. من روی این ملودی، روی این شعر این کار میکردم تا یک ملودی پیدا کردم و این ملودی هم در بالاخره آهنگساز تشخیص میده که به صدای کی مناسبه. بعد چنانچه خواننده موافقت کنه